فرمود دردی به ما برسه درمان نداشته باشه، مشکلی به ما برسه نتونیم حلش کنیم، ما مادرمون رو صدا میزنیم. کارسازترین توسل به حضرت زهراست. وقتی ما یه مادر مهربانی مثل زهرای مرضیه داریم، پس چرا رو میگی دغدغه دارم؟ اگه یه گره‌هایی افتاد تو زندگی مادی یا معنویتون که نمیدونید از کجا دارید میخورید، حدیث کسا بخونید و توسل به حضرت زهرا بکنید، چون محور حدیث کسا حضرت زهرا سلام الله علیها است. حدیث کسا از ذخایر شیعه است. مرحوم آیت الله بهجت می‌فرمودن که معجزه است حدیث کسا و تو خونه‌ای که خونده بشه روح مطهر 5 تن عنایت داره به اون خونه. حدیث کسا واقعا کلید حاجت رواییه. تو حدیث کسا پیغمبر خدا خیلی قرص قسم خورده به اون خدایی که منو به پیغمبری فرستاده در هر محفل و مجلسی این حدیث تلاوت بشه صاحب حاجتش برآورده میشه، گرفتاریش برطرف میشه، امیرالمومنین دنبالش 2 بار قسم. حدیث کسا بذار خونت بخون، بذار خونت نور بگیره، بذار رحمت بیاره.